شاهرودی فرصت و گل ششم، گل ششم. مرد خوش تکنیک تیم ایران، ضربه برای دایی و توی دروازه، گل هفتم ایران. از که خداوند عزیزی اومده تو زمین، جان تازه به خط حمله ما داده شده. علی دایی و گل سوم. حالا علی دایی برای علیرضا منصوریان موقعیت بسیار خوبی هست، موقعیت برای خداوند عزیزی. علی دایی و توی دروازه دومین گل ما. دایی عالی میگیره توپ را توی محمد کریمه، خود علی دایی و توی دروازه عالی میره. مثل که تازه بازی شروع شده به همون زیبایی و سرعت. علی دایی یک ضربه عالی میره جلو. خداوند عزیزی میتونه کره یارو چا بزنه. یه موقعیت برای علی دایی و ایران پنج رو بزنه ما رو 6 گله و خودش رو 7 گله خواهد کرد. میزنه میتونه ما رو به دومین گل برسونه و حالا نفس همه ما راحت شد. این مردمی و اقتدار رو شوت و حرکت بازیکنان ما خوب ببینید. اینم میگن سومین گل. حالا بچه‌های ما میره که دروازه رو باز بکنن. ایران 4 ازبکستان 0. علی خود دایی پشت تو محکم میزنه و توی دروازه ضربه با پای راه. دایی زمین سره اومد توی دروازه. گل سوم تیم ایران توسط علی دایی رقم می‌خوره. حرکت یاران ها در زمین محمد کریمه نظمیه بود. بسیاری حسن از اونها که خارج از کشور یه فرصت توی دروازه. پشت توپ و باز هم گل. طلعت از لبنان، ضربه از دایی و باز هم گل. یه حرکت زیبا، پاس خوب برای دایی و باز هم گل. جشنواره گل، باقری، دایی و گل. کریمی که شماره 11 رو به تن کرده. یه فرصت برای ایران. علی دایی توی
دروازه. بله توپ وارد دروازه شد. علی دایی و توی دروازه. قفل دروازه عربستان میشکنه یا نه؟ میشکنه توی دروازه. توی دروازه گل. گل. دایی میتونه بندازه. علی دایی صاحب توپ توی دروازه. توی دروازه گل. ببینیم که این حرکت که خواهد شد. دایی در محوطه جریمه فرصت برای دایی و توی دروازه. یه مقدمی کیاس سانتور روی دروازه و توی دروازه. گل برای تیم ایران. حساب کار 1-1 مساوی میشه. میاره پشت محوطه جریمه. پاس خوب برای سامره. فرصت برای سامره. حالا دایی میتونه دروازه رو بکنه توی دروازه. در اون محوطه جریمه علی دایی و توی دروازه. گل برای تیم ایران. موبلی بلند میزنه. فرصت برای تیم ایران توی دروازه. گل برای ایران. علی دایی. علی کریمی سانت او. یه فرصت برای مجیدی. حالا دایی میتونه گل بزنه توی دروازه. توی دروازه. نوید کیا. حالا برای ادمان بزیک. فرصت برای بزیک. فرصت توی دروازه. توی دروازه. ضربه میزنه دایی و توی دروازه جای میگیره و ایران یک پس از لبنان جلو میفته. حال و حرکت رو آغاز کرده. سانتور روی دروازه عالی و توی دروازه. گل برای تیم ایران. باز هم علی دایی. حالا یه بار دیگه حرکت. این بار حالا یه سانت دیگه نیک وقت روی دروازه. یه فرصت بالاخره توی دروازه. علی دایی پشت توپ قرار گرفته. حرکت میکنه. این ضربه رو میزنه و گل سوم برای تیم ایران. یه موقعیت برای تیم‌ها، یه پاس به دروازه و اینجا دیگه اولین گل به ثمر میرسه. موقعیت خوبیه برای دایی که در مقابل لائوس گل‌های خودش رو بیشتر هم میکنه. حالا اینجا فعلا پنالتی رو هم گل میزنه و 2-0 تیم ایران در مقابل لائوس جلو میفته. بله دروازه یا ثمر دایی و توی دروازه. ایمان مقعدی سانت بلند و روی دروازه که ضربه و گل. گل دوم رو علی دایی میزنه. محمد علوی. لحاق بسیار خوب. دایی یک سوار پایین و گل. خود برهانی. حالا موقع برای علی دایی. برهانی میتونه ضربه نهایی رو بزنه. دایی توی دروازه. خود برهانی به این صفحه اووردین کار تو پام میرسونه به علی دایی. دایی یک سوار با پای راست و گل دوم. در دروازه کازین. علی دایی و گل. گل 96 گل علی دایی. یا رقم خواهد خورد یا علی دایی حرکت میکنه و گل. وارد محوطه میشه. پاس در ارزو دایی و گل. یه سانتر بلند. دروازه خالی و توی دروازه. که بازیکنی هم گل میزنه. علی دایی. نکونام پشت منطقه جریمه. یه بار دیگه نکونام عالی میزنه. فرصت برای تیم ایران توی دروازه. موبلی میفرسته برای دروازه و توی دروازه. هتریک علی دایی. یه پاس خوب. فرار کاظمیان. برهانی در منطقه جریمه است. پاس بلند برای دایی توی دروازه. توی دروازه. گل چهارم برای تیم ایران. بازم علی دایی. صرفا و تحسین کرد علی دایی رو. خیلی سخته. شاید حرف زدنش آسون باشه. زدن 102 گل و مثلا یه سری بیان بگن که یه سری این تیم‌ها نمیدونم خیلی قوی نبوده، اما باور کنید در اروپا این تیم‌ها هستن. اروپا هم سرمایه‌گذاری داره. جزایر فارو داره، مالت داره، قبرس داره و بها زدن 102 گل در 130 چند بازی ملی واقعا کاری است که مطمئن باشید سال‌های سال تکرار نخواهد شد. واقعا تبریک میگم به شما. خواهش می‌کنم قربان. خودتون میگن این گلایی که زدید دارید یکم در مورد گلاتون صحبت کنید. خودت کدومتو بیشتر پسندیدی؟ تقریبا میشه گفت که تمام گلایی که زدم یه جوری بود که همشون واسه من خاطره بوده و گل قشنگ به نظر خودم کم نزدم. گل دومی که سال 96 به کره جنوبی زدم، همون شوت از راه دور. بله برگشتم زدم. گلی که همون سال به کویت زدم،
یه گل به مصر تو تهران زدم. بعد گلی که به عربستان مقدماتی جام جهانی زدم تو تهران، گل دومم. گل کدورتی بین شما علی دایی وجود داره؟ نه با ما چه کدورتی داریم. نه ما از یه طرف این شایبه وجود اومد شما دیر اومدین، یعنی اصلا کلا رو نیمکت پرسپولیس خالی بود. از اون طرف هم علی دایی نیومد سمت نیمکت. قرآن میخوندم ما رسیدیم اینجا، تا قرآن خوندم ما همینجا واسطادیم. نه بابا اینا شاگردای ما هیچ کدورتی هم نداریم. هم با هم رفیقیم و هیچ مشکلی هم نداریم. یه اراذل و باشه که اسمتون رو گذاشتن طرفدار آدمای به خصوصی میریزن بعد